سلام رفقا، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوام بهتون آموزش بدم رمز اینستا رو کامل بازیابی کنید. یعنی رمزی که یادتون رفته بفهمیم چی بازیابی کنید. بریم سراغ آموزش و قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و صفحه ما رو سابسکرایب کنید. روی گزینه فروشگاه یا پلی استور کلیک میکنیم. روی گزینه جیمیل، همین گزینه که سمت چپه کلیک کنیم. مدیریت حساب های گوگل رو کلیک میکنیم. اینجا سرچ میکنیم امنیت. صبر میکنیم تا بیاد. روی گزینه اولی میزنیم، میایم پایین. مدیر گذرواژه 15 گذرواژه را در حساب گوگل خود ذخیره کردید. روی این گزینه کلیک میکنیم. روی اینستاگرام کلیک میکنیم. اینجا گفته شده قفل صفحه را وارد کنید. حسگر اثر انگشتمون وارد میکنیم و اینجا تمام رمزهای پیجمون اینجا هست. و حتما یادتون نره صفحه ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید.